چی؟ گفتی خریدم؟ همه اینا رو باز گنجش کوچولو پولا رو پر داده رفته؟ امسال میتونیم یکم بر خرجی کنیم. این اولین کریسمسه که مجبور نیستیم صرفه‌جویی کنیم. بله ولی نبایدم اسراف کنم. یه کوچولو که اشکال نداره، تو داری یه عالمه حقوق میگیری. از اول سال عزیزم. خب تا موقع قرض میکنی؟ خل شدین رو اومدیم امروز من رفتم 1000 یورو قرض کردم تو هم همه رو صرف خرید شب عید کردی. اگه شب سال نو یه پاره آجر رو از آسمون خورد تو ملاج من مردم. آی چه حرف وحشتناکی. میگم فرض کنی همچین اتفاقی بیفته اون وقت چی؟ اگه همچین اتفاق وحشتناکی بیفته دیگه اصلا برام فرقی نمیکنه بدهکار باشم یا نه. پس تکلیف طلبکارا چی میشه؟ نمیدونم، من که نمیشناسمشون. نورا حقا که زنی. ببین جدی دارم باهات حرف میزنم. تو نظر منو تو اینجور مسائل میدونی. خودت میدونی من با قرض کردن مخالفم. خانواده‌ای که با قسط و وام داره بشه یه خانواده شوم و نحسه. تا الان که به خوبی تحمل کردیم این چند وقتم روش. هرچی تو بگی عزیزم. باز گنجش کوچولو بالاشو بست. اگه گفتی اینجا چی دارم؟ پول اینهاش. خوب میدونم روزای کریسمس خرج خونه حسابی بالا میره. تو بردی خیلی زیاده. بله. برای یه مدت طولانی کارم رو راه میندازه. امیدوار. آره برای یه مدت خیلی طولانی. حالا بیا بهت نشون بدم برای بچه‌ها چی خریدم. بیا. آها بگو ببینیم چی خریدی؟ این هفته رو گرفتم برای ایبور. یه دونه از این گیمای با مزه گرفتم برای باب. از این کشتاریا که بچه‌ها دوست دارن. آها کشتار خوبه. یه دونه عروسک گرفتم برای ایمی. فقط مطمئنم خیلی زود خرابش میکنه. پوز مامان. اون تو چیه؟ کدوم تو؟ اون تو تا شب حق نداری ببینیش. فهمیدم. خیلی خوب بگو ببینم خانم کوچولو خودت چه آرزویی داری؟ هیچی. خب بالاخره یه چیز معقولی میخوای داشته باشی؟ هیچی واقعا هیچی. یعنی واقعا چیزی نمیخوای؟ تو منو نکش. خواهش میکنم. پس بمیر. مردی؟ پول. به هیچ عنوان رو صحبتشم نکن. مگه نگفتی چی میخوای؟ خب پول حرفش میخوام. نزن. ببین پولا رو میذاریم تو پاکت، از درخت کریسمس آویزون میکنیم، باد میخوره به این پولا، اینقدر بامزه میشه فکر کن. نه خیلی مسخره میشه اتفاقا. تو به من پول میدی، بعد من میرم فکرامو میکنم ببینم به چه چیزی احتیاج دارم، همونو برای خودم خیلی دارم منطقی حرف میزنم تربال. خیلی منطقی. ولی من میدونم هر چقدر بهت پول بدم همه رو صرف چیزای بی مصرف میکنی، بعد دوباره میای میگی تروال پول بده. همچین آدمی این کار نکن نورای عزیزم. باور کن اصلا فکرشم نمیکردم یه همچین پرنده اینقدر برام خرج داشته باشه. من تا اونجایی که بتونم پس انداز میکنم. تا اونجایی که بتونی. ولی مثلا اینکه تو اصلا نمیتونی عزیزم. آخ توروالد، اگه بدونی ما سنجابا و پرنده کوچولوها چقدر خرج داریم. نه. ولی مثل اینکه امروز مشکوک به نظر میاد. واقعا؟ بله واقعا. تو چشمای من نگاه کن. بفرما. دختره که شیرینی خوره من به شیرینی ها ناخونک نزده؟ نه توروالد چه؟ دختره که شکموی من سریم به شیرینی فروشه توی شهر نزده؟ نه. یه کیک کوچولو، نه. یه گاز به شیرینی بادومی، یه شایدم 2 تا گاز. هلل بله آقا. تو گلاس مینرال واتر. پلیز. چشم آقا. از جلو عکس نگیر، انگار تو کتری نگاه کردم. شوخی کردم. من به فکر من خطور نمیکنه که بدون اجازه تو کاری انجام بدم عزیزم. اینو میدونم چون بهم قول داده. یادت مونده دکتر رانکو دعوت کنی؟ رانک دعوت کردن داره، او حتما میادش. یه شراب عالی هم سفارش دادم، با شور و شوق در انتظار امشبم عزیزم. منم همینطور. ببین بچه‌ها چه کیفی بکنن تربال. فکر این که آدم یه شغل ثابت و یه درآمد کافی داشته باشه جدا آرامش بخش. تربال جانم عزیزم. بیا بهت نشون بدم بعد از عید خونمون چه شکلی بشه. اول بگو ببینم جکوزی قرار شد کجا باشه؟ جکوزی رو الان اینجا گذاشتم.
اما دنبال یه جای بهترم براش. یه خانم غریبه اومدن با شما کار دارن. میتونه بیاد تو. آقای دکترم اومدن. رفت تو اتاقم. بله. روز بخیر لارا. روز بخیر. فکر کنم منو نشناختی. نه خیر. لا 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 لا. We wish you a merry کوی کوی. کوی 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 کوی. خدا که من دختر نگاش کن. تو چرا من عوض شدی؟ توی 19 سال پیر شدم. نه پیر نه، فقط خیلی لاغر شدی. بچرخ ببینم. بچرخ. آره دیگه از این رژیمای احمقانه میگیری. نه نورا، فقط لیمو و کرفس میخورم. اصلا ویژیتریان شدم جدیدن. نورا لایپوساکشن میکنی. معذرت میخوام. چی شده؟ وای تو بیوه شدی. آره 3 سال پیش بارها سعی کردم برات نامه بنویسم ولی هر دفعه یه اتفاقی پیش میاد. نه واقعا کارم زشت بود. تو این مدت خیلی سختی کشیدی نه؟ اون هیچ ارث و میراثی برات نذاشت؟ نه. بچه چی؟ نه. هیچی؟ یعنی تنها. من 3 تا بچه دارم مثل ماه میمونن. نگاه چه تا خوشگلن اون خیلی. خب حالا من دارم تعریف کنی. نه تو تعریف کن. امکان نداره. امروز دیگه نمیخوام خودخواه باشم. میخوام سکوت کنم و فقط به حرفاتی. قبلش یه موضوع رو بهت بگم. بگو. میدونی چه خوشبختی بزرگی به ما رو آورده؟ نه چی شده؟ شوهرم رئیس بانک شده. چه خوشبختی بزرگی. محشر کریستین. دیگه میتونیم راحت و بی‌دردسر زندگی کنیم و هر چقدر دلمون میخواد پول داشته باشیم. آره خیلی خوبه که آدم بتونه احتیاجاتشو برطرف کنه. نه فقط احتیاجاتشو کریستین، بلکه بتونه یک عالمه پول داشته باشه. نورا پول. نورا توروالدم همینو میگه، اما این نورا انقدر که شما فکر میکنین خل نیست. کریستین هلن. Yes مادام. 2 glass of زرشک جوس. اوکی مادام. وقتی ما با هم ازدواج کردیم توروالد مجبور بود در کنار کار اصلیش هر کار دیگه ای هم قبول کنه. شب تا صبح کار میکرد و این کار زیاد واقعا اونو از پا انداخت تا جایی که مریض شد. دکترها گفتن برای بهبودش باید بریم جنوب. آها شما 1 سال تمام ایتالیا بودی؟ آره ولی باید بگم این سفر برامون خیلی گرون تموم شد. 100,000 یورو. خیلی پوله. آره خیلی عالیه که همچین وقتی آدم اینقدر پول داشته باشه. نورا البته ما از پدرم گرفتیم. پدرت که همون سالا فوت کرد. آره فوت کرد. ولی شما رفتین ایتالیا. آره شوهرت هم که الان صحیح و سالم و سر حاله. پس این آقای دکتری که با من اومد توی خونه رانکه اون برای طبابت نیومده، دوستمونه، حداقل روزی بار رو بهمون سر میزنه. نه توروالد حتی 1 بارم مریض نشد. منم همینطور. بچه هم کریستین آخه تو نمیدونی چقدر خوب آدم خوشبخت زندگی کنه، بتونه هر لحظه پولدار بودن و معذرت میخوام. راسته که تو شوهرتو دوست نداشتی؟ آره. خب پس چرا باهاش ازدواج کردی؟ مادر بدبختم زمینگیر شده بود. 2 تا برادر کوچیکم داشتم که باید ازشون نگهداری میکردم. فکر کردم که وظیفه‌مه که با طرف ازدواج کنم. آره خب اولا پولدار بود. آره ولی هیچ تضمینی به شغلش نبود. وقتی مرد همه چیز نابود شد. بعدش دیگه هر کاری که پیش میومد میکردم. این 3 سال آخر 1 لحظه هم آرامش نداشتم. همش کار. ولی دیگه الان همه چیز تموم شده. مادرم دیگه من نیازی نداره چون مرده. برادرم هم بزرگ شدن رفتن سر کار. پس حسابی احساس راحتی میکنی؟ نه برعکس کاملا احساس خلل میکنم. این شرایط مزخرفی هم که توش دست و پا میزنم حسابی خودخواهم کرده. نورا شاید باورت نشه ولی وقتی گفتی شوهرت رئیس بانک شده من بیشتر به خاطر خودم خوشحال شدم تا تو. چرا؟ فکر میکنی توروالد بتونه برات کاری بکنه؟ آره به همین فکر معلومه که میکنه، بایدم بکنه. خودم ترتیبشو میدم. تو چقدر خوشقلبی که منو درک میکنی. یه سیگار بکشم؟ البته تو خصوص که خودت اصلا سختی ها و بدبختی های زندگی رو نمیشناسی.
تو به این افتخار میکنی که سالهای زیادی و با سختی به مادرت کمک کردی نه؟ آره کاملا احساس غرور میکنم. فکر میکنم که دیگه الان این حق منه. منم یه کاری کردم که از انجامش هم خوشحالم هم احساس غرور میکنم. چیکار کردی؟ کریستین فقط دارم به تو میگم ها. هیچ کس این موضوع رو نمیدونه فهمیدی؟ هیچ کس. من بودم که جون توروالدو نجات دادم. جونشو تو جیغ نزن میگم اون نمیدونه اوکی ولی چجوری؟ ماجرای سفر ایتالیا رو که برات گفتم اگه نمیرفتیم کار توروالد واقعا. خب پدرتون پولو داد شما هم رفتیم. همه همین فکر رو میکنن. اما من بودم که همه اون پول رو جور کردم. همه اون 100,000 یورو رو به تنهایی. چجوری؟ خب اگه یه زنی باشه که کمی باهوش باشه و به امور اداری هم وارد باشه دیگه کاری. من که اصلا سر در نمیارم. شایدم از این عاشق دلخسته گرفته باشم. مگه نمیبینی که چقدر خوشگلم؟ دیوونه شدی دختر. داری از کنجکاوی میبینی کریستین نه؟ بی احتیاطی که نکردی. بی احتیاطیه که آدم جون شوهرش رو نجات بده؟ نه ولی بی احتیاطی که بدون اطلاع شوهر. اون نباید میفهمید. دکترها فقط به من گفته بودن که چقدر حالش بده. یعنی پدرت هم هیچ وقت بهش چی نگفت؟ اون که همون موقع فوت کرد. خودت هم هیچی بهش نگفتی؟ کریستین دیوون شوهرم اگه بفهمه زیر دین منه تحقیر میشه. نه رو قصد نداری هیچ وقت هم بهش بگی؟ وقتی که دیگه به اندازه الان زیبا نباشم اون موقع وقتشه که یه آس رو کنم. ولی باید بگم این ماجرا باعث دردسرم شد. پرداخت به موقعی بدهی‌ها اصلا کار آسونی نبود. مجبور بودم از هر گوشه کناری بزنم و پس‌انداز کنم. مثلا وقتی توروالد برای خرید خونه بهم پول میداد همیشه فقط نصفشو خرج میکردم. همیشه هم ساده ترین و ارزون ترین لباسا رو میپوشیدم. فقط شانسی که داشتم این بود که هر چی میپوشیدم بهم میومد. کریسمس پارسال یه عالمه کار نوشتنی بتونم خورد. کریستین شب تا صبح می نوشتم. فکر میکردم یه پا مردم. حالا چقدر از اون وامو پرداخت کردی؟ پرش رفته کریستین داره تموم میشه. باورت میشه دارم خلاص میشم. من برم نه تو بمون. اگرم کسی بیاد با توروالد آخه کریستین تو نمیدونی چقدر خوبه بتونی بچه‌ها تو بغل کنی بتونی باشون بازی کنی هر وقت دلت خواست. بله yes A man has came and want to see the lawyer. Mr. Boss Helen Oh, sorry, Mr. Boss. so کی هستن؟ منم خانم محترم. شما راجبه چی میخواین با توروالد حرف بزنید؟ قطعا در مورد امور بانکی من یه شغل خیلی کوچیکی تو بانک دارم. شنیدم شاید اون قرار رئیس جدید ما بشن. پس قطعا در مورد امور بانکی نه چیزی دیگه برای همینطوره. اوکی هلن Yes, madam. show him the way. Okay, come on, please. آبا نورا این مرده کی بود؟ آها این یه وکیله. اسمش چی؟ اسمش کروکس. یه اسم عجیبی هم داره. خودش بود. میشناسیش؟ خیلی سال پیش چقدر عوض شده. ازدواج ناکامی داشت. زنش مرده؟ چند تا بچه گذاشته رو دستش. تو کار خلاف و اینجور چیزا مثل این که بود. من نمیدونم. خبر ندارم. از کجا باید بدونم؟ شاید. خب دوستان من دیگه باید برم. بمون را. نمیخوام مزاحم بشم. یه سال میرم پیش همسرت. باشه. ببخشید مثل اینکه اینجا هم مزاحمم ها؟ به هیچ وجه دکتر رانک. معرفی میکنم دکتر رانک خانم لینده. اسمی که تو این خونه اغلب به گوش میخوره. فکر کنم موقع اومدن تو راپلا ازتون جلو زدم، اینطور نیست؟ بله بالا رفتن از پله برای من خیلی سخته. چرا مشکل ریوی دارید؟ نه خستگی ناشی از کار خیلی زیاد. خیلی هم نیقلیون شدید، اینطور نیست؟ جانم؟ پس اومدید شهر تا با شرکت در جشن‌ها یه مقدار حالتون جا بیاد ها؟ من اومدم کار پیدا کنم. کار؟ یعنی کار کردن دوای خوبی برای خستگی‌های بیش از حد ناشی از کاره؟ آدم باید زندگی کنه جناب دکتر. هلن زرشک جوز. زندگی مثل این که عقیده عموم مردم بر زندگی کردن بنا شد. خب شما دوست دارید زندگی کنید دکتر رانک؟ معلومه که میخوام.
با اینکه اینقدر در موندم بازم دوست دارم خودم رو زجر بدم. تمام مریضامم عاشق زجر کشیدن. آدمایی هم که از نظر اخلاقی مریضن همین وضع دارن. مثلا همین الان یکی از همین مریضای اخلاقی که هرچه سریعتر باید بره بیمارستان تو اتاق بشه فوروارده. منظورتون کیه؟ یه وکیلیه که تو نمیشناسی، یه آدم حقه باز که تا مغز و استخونش فاسده. اما ایشون هم انگار که داره حرف خیلی مهمی میزنه. اولین جمله‌ای که گفت همین: منم باید زندگی کنم. خب بکن. عجب. راجب چی میخواد با توروالد حرف بزنه؟ متوجه نشدم. یه چیزی شنیدم در ارتباط با بانک بود فکر می‌کنم. من اصلا نمیدونستم که این مرتیکه کروکساتی این وکیله یه رابطه‌ای با بانک داره. یه شغل کوچیک تو بانک داره. دکتر تو بانک؟ وای این عالیه. تو بانک کسی به در نمیشه. وای دکتر همه کسایی که تو بانک کار میکنن زیر دست توروالدن. این اینقدر خنده داره. نه همینجوری دلم میخواد شاد باشم. شادی زرش. وای از این به بعد تصمیم میگیری درباره همه کارمندان به عهده ماست، یعنی به عهده توروالده. الان دیگه واقعا خوشحالم. وای فقط یه کار مونده که با نهایت علاقه دلم میخواد انجام بدم. چی؟ دلم میخواد یه چیزی بگم یه جوری که توروالدم بشنوه. بگو میشنوه. دلم میخواد بگم جهانت سرویس مرد. یه بار دیگه توروالد عزیزم از شرش خلاص شدی؟ آره رفت. توروالد جانم عزیزم. اجازه بده معرفی کنم. همسرم توروالد کریستین لینده عزیزم. آها از دوستان دوران مدرسه همسر. بله ما از خیلی قدیم همدیگه رو میشناسیم. بسیار خوشبختم خانم محترم. توروالد جانم عزیزم. فکر کن از یه راه خیلی دوری اومده اینجا که با تو حرف بزنه. که با من حرف بزن؟ احمق اومده که با تو حرف. من قدم کار تو پیدا کارهای کنم. دفتری خیلی خوبه، منشی خیلی خوبیه. تو فکر کرد اینجا زیر دست و پای مرد فوق‌العاده‌ای مثل تو میتونه چیزای بیشتری یاد بگیره. فکر خوبیه خانم محترم. تو جانم عزیزم. به محض اینکه شنید تو رئیس بانک شدی خودش رسون به اینجا تو براش کاری بکنی. تو میتونی براش کاری بکنی دیگه، نه تو به خاطر من. آه 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 خب غیر ممکن که نیست. زرش. ببینم خانم محترم شما بیوه هستید؟ بله کاملا هیچ مشکلی هم ندارم. به کارهای دفتر گفتید بیوه هستید؟ بله کاملا. به کارهای دفتری هم واردی؟ خیلی زیاد. پس حتما میتونم براتون کاری بکنم. خیلی به موقع اومدید خانم لینده. واقعا نمیدونم چطور تشکر کنم. نیازی به تشکر نیست، میبینمتون. پس من برم یه اتاق پیدا کنم. منم میام. میتونیم با هم بریم، مسیرمون یکی. شب بخیر. خاطر همه چیز ممنونم. اینا دیگه چرا؟ بچه‌ها شما با هم راحت باشید، ما نمیتونیم. بفرمایید خانم لینده، این بچه‌ها یک دوبلی مجبوریه. بادا شما تو بادا این ما میگیری. باشه خیلی ایمی چشم میذاره. مامی و ایبو رو با قایم میشن. چشم تو باز نکن. چشم بخشی خانم در ورودی باز بود. فکر کنم اینکه فراموش کرده بود که ببندتش. شوهرم خونه نیست آقای کروکساکی. بله میدونم. خب از اینجا چی میخوای؟ چند کلمه با شما حرف بزنم. با من خیلی خوب جیغ نزن دیگه. قیافش ترسناکه ولی حرف نزن. میگم قیافش ترسناکه ولی مرد و ولی منو قایم کن. ماما ایزون نشدی منو قایم کن. ماما قایمم کن. آخیش با من میخواستین صحبت کنید؟ بله همینطوره. هنوز اول ماه نشد آقای کروکساد. به هر حال میشه شما برای کریسمس به خودت بستگی داره که بهت خوش بگذره یا نه. من امشب واقعا آمادگی شدم. راجع به موضوع اصلا نمیخوام حرف بزنم، مسئله چیزی دیگه ایه. یک دقیقه که وقت داری. بفرمایید.
من تو رستوران نشستم از شارتو تو خیابون دیدم. که چی؟ با یه خانم. منظور؟ ایشون خانم لینده نبودن؟ چرا خودش؟ تازه به شهر اومده؟ بله امروز. دوست خوب شماست؟ دوست قدیمی من. این سوالا برای چیه؟ منم یه زمانی میشناختمش. میدونم. عجب، از شما هم در جریانین. خب بگو ببینم این خانم لینده تو بانک مشغول به کار میشه؟ بله. و باید بگم که منم سفارششو کردم. آها. حالا دیگه همه چیزو میدونید. پس حدسم درست بود. آقای کروکستاد، یه فرد زیر دست باید خیلی حواسشو جمع کنه که بی احترامی نکنه. به هر حال آدم میتونه گاهی اوقات از نفوذش استفاده کنه. زن بودن نباید. نورا میتونم ازت خواهش کنم که از نفوذ به نفع منم استفاده کنی؟ منظورت چیه؟ ترتیب بده که منو از بانک اخراج نکن. هنوز فرصت هست. خواهش می‌کنم که از نفوذ استفاده کنی. آقای کروکستاد، من که اصلا نفوذی ندارم. نداری؟ همه کلمه پیش گفتی داری. نه، منظورم اون نبود. چی؟ چطور فکر کردین من میتونم همچین نفوذی رو شوهرم داشته باشم؟ به هر حال من شوهر تا دوران دانشکده میشناسم. فکر کنم جناب رئیس بانک از اون نسل آدمایی باشه که میشه روش کار کرد. آره. اگه قصد بی احترامی به شوهرمو داری برو بیرون. خیلی با شجاعت حرف میزنی. من دیگه از تو ترسی ندارم. به زودی از شر همه اون قسطای لعنتی خلاص میشم. گوش کنید خانم حلمه، برای اینکه شغل حقیر ما تو بانک از دست دادم حاضرم خودم به آب و آتیش بزنم. کاملا پیداست. به خاطر پول نیست. تو رو حتما تو هم مثل خیلی دیگه میدونی که من چند سال پیش مرتکب چه حماقت بزرگی شدم. آره، کارم به دادگاه نکشید، اما از اون روز به بعد تمام درا برام بسته شد. منم رفتم سراغ همون شغلی که تو بهتر از هر کس دیگه میدونی. خب بالاخره منم با اینجوری نون در می آوردم دیگه. داشتم یواش برای خودم تو بانک اعتباری کسب می‌کردم که حالا شوهر جنابالی با یه لگد منو داره پک میکنه وسط لجنام. آقای کروکستاد، خدا شاهد از دست من کاری بر نمیاد. اما من یه راههایی بلدم که تو رو مجبور به این کار میکنم. نمیخواین که به شوهرم بگیم بهتون بدهکارم؟ اگه بگم چی؟ با این کارتون منو دچار دردسر بزرگی میکنید. فقط یه دردسر بزرگ. برید بهش بگید. برای خودتون بد میشه. همین که بفهمه شما چه جور آدمی هستید برای همیشه شغلتون رو تو بانک از دست میدید. تو فکر میکنی این دردسر بزرگ فقط در چارچوب مسائل خانوادگیه؟ همین که شوهرم بفهمه موضوع رو همه پول شما رو یک جا میپردازه و ما دیگه هرگز شما رو نخواهیم دید. وقتی شوهرت مریض بود پا شدی اومدی پیش من که پول قرض بگیری، منم بهت قول دادم که این پولو تهیه کنم و در ازای سندی ازت بگیرم که خودم تنظیمش کرده بودم. درست؟ خب منم که امضاش کردم. من پایین سند چند خط زمینی کرده بودم که پدرت میبایست به عنوان ضامن اون رو امضا میکرد. میبایست؟ اون که امضاش کرد. من جای تاریخ خالی گذاشتم و بعد قرار برای این شد که تو سند رو برای پدرت بفرستی. بله. چند روز بعد سند رو آوردی با امضای پدرت و پولو تحویل گرفتی. آقای کروکستاد، مگه تا حالا قسطمو به موقع نپرداختم؟ چرا پرداختی تقریبا، ولی خب آخه مسئله چیزی دیگه ایه. نورا اون روزا تو شرایط روحی مناسبی نداشتی، درسته؟ نداشت. پدرت هم که به سختی مریض بود. روزای آخرش بود. چند روز بعدم که فوت کرد. بله، فوت کرد. نورا تصادفاً یادته که پدرت چه روزی فوت کرد؟ معلومه که یادمه. 29 سپتامبر. کاملا درسته. ولی همون موضوع کاملا عجیبیه که من سر در نمیارم. کدوم موضوع کاملا عجیب؟ پدرت 3 روز بعد از مرگ سند رو امضا کرده. یعنی چی؟ تو سر در آوردی، منم سر در آوردم. فکر کنم از تو قبل در من گفته یه قلم به من بدید من این سند رو امضا کنم. خیلی جالبه، پدرت 29 سپتامبر فوت کرده، امضای پای سند 2 اکتبر. پدرت خودش اینطور امضا کرده؟ نه، من امضاش کردم. صدامو ضبط کرد. میدونی این اعتراف خیلی خطرناکیه؟ چرا خطرناک؟ تو که به زودی همه پولتو میگیری. چرا سند رو برای پدرت نفرستادی؟ که اون به سختی مریض بود. مثل که اصلا متوجه نیستی مرتکب چه حماقت بزرگی شدی. اما اون خطایی که حیثیت اجتماعی منو به باد داد از جرم تو سنگین‌تر و بدتر نبود. خیلی خوب. وقتی این سند رو من به دادگاه ببرم قانون در مورد تو قضاوت خواهد کرد. این رو هم بدون. اگه قرار باشه من دوباره پکم کنم تو خیابون، تو هم به همین سر به تو خواهی شد. خدا حافظ خانم رئیس بانک.
مزخرف میگه. چرت و پرته. دادگاه. همش مزخرفه. هلن درخت کریسمس. ممنونم هلن. نه همش حرف مزخرفه. دادگاه. مهم درخت کریسمسه که باید خوشگل بشه. باشه بیلی الان خبر میدم. تو منتظر کسی اینجا بود؟ نه. عجیبه ولی کروکساید داشت از خونه میرفت. چی؟ نورا از چشات میخونم اومده بود اینجا ازت خواهش بکنه سفارش رو پیش من بکنی. آره. و ازت خواست طوری وانمود بکنی که انگار فکر خودت بود. آره و تو هم قبول کردی. تو با همچین آدمی حرف زدی بهش قول دادی و از همه بدتر به منم دروغ گفتی. مگه نگفتی اینجا نبود؟ مرغک خوشخوان من هرگز نباید دروغ بگه. پرنده آوازخوان من باید حنجرش صاف و پاک باشه تا بتونه درست بخونه. قول؟ آفرین. خیلی خوب فراموشش کن. توربالد جانم عزیزم. من با خوشحالی و هیجان تو فکر مهمونی بالماسکه پس فردا. منم سخت کنجکاوم که بدونم تو با چه لباسی میخوای منو غافلگیر کنی. مشکل همینجاست. همه لباسای من مسخره‌اند. پس نورا کوچولو هم به این نتیجه رسید. توربالد خیلی کار داری؟ بله اگه شما بذاری. حیف که سر چیلوغه وگرنه یه خواهش خیلی بزرگ ازت میکردم. حالا بگو ببینیم خواهش خیلی بزرگ چی هست؟ عزیزم تو خیلی خوش سلیقه‌ای. من دلم میخواد توی این مهمونی واقعا شیک ظاهر بشم. میشه لطفاً تو کمکم کنی و به هم بگی چی بپوشم و توی این مهمونی با چه قیافه‌ای ظاهر بشم؟ حالا یه فکر میکنیم یه راهی براش پیدا میکنیم عزیزم. ممنونم عزیز دلم. خیلی ممنونم. تو چقدر این جرمی که کروکستاد مرتکب شده خیلی جرم بزرگیه. بله امضا جعل کرده بوده. میدونی یعنی چی؟ خب شاید مجبور بوده. بله و شاید مثل خیلی از آدمای دیگه بدون در نظر گرفتن عواقبش این کارو کرده باشه. البته من آدم سنگدلی نیستم که به خاطر یه اشتباه یه نفر رو محکوم کنم. معلومه که نمیکنه. و اگر همین مجرمین به گناهشون اعتراف بکنن و مجازات هم بشن بعدا میتونن اعاده حیثیت بکنن. مجازات؟ ولی این آقای کروکساد چنین کاری نکرد. سعی کرد با دروغ و نیرنگ از دست قانون در بره. به خاطر همینم از نظر اخلاقی داغون شد. فکرشو بکن نورا همچین آدم گناهکاری مجبور مدام نقش بازی بکنه و دروغ بگه. حتی در رابطه با نزدیکترین کساش ماسک به صورت بزنه و دروغ بگه. یعنی بازار بچه‌ش. وحشتناکترین چیز اینه که تو به بچت دروغ بگی. چرا؟ چون وقتی محیط یک خانواده پر شد از دروغ و نیرنگ کل خانواده رو مسموم میکنه. با هر نفسی که بچه‌ها بکشن نطفه پلیدی تو وجودشون جوونه میزنه. بچه‌ها؟ بچه عزیز ما وکلا از این چیزا زیاد دیدیم. اغلب جوانای خلافکار مادرشون دروغ بوده. حالا چرا فقط مادرها؟ معمولا مادر مقصره. البته پدرم بی تقصیر نیست، اینا هر وکیلی میدونه. ولی این آقای کروکستاد سالهاست که با دروغ و تزویر بچه‌هاشو مسموم کرده. به خاطر همین هم است که میگم اخلاقاً فاسده و به همین دلیل نورا کوچولوی ملوس من باید قول بده که دیگه سفارششو نکنه. قول؟ آفرین. چقدر اینجا گرمه. منم یه عالم کار دارم. همه کار کریسمس مونده. منم باید قبل از شام چند تا از این پرونده ها رو بخونم. نگران نباش عزیزم، به لباست هم فکر میکنم. شایدم یه چیز بامزه پیدا کردم لای سرورق بپوشم از درخت کریسمس آویزونش کنیم. فکر کنم بامزه میشه. وای خانم بچه ها دارن التماس بچه ها نه هلن. بچه ها رو اینجا. هلن بیا اینجا. هلن بیا این هدیه ها رو ببر. باشه باشون بازی کن. حسابی سرشو گرم کنی ها. باشه هلن. اینم ببر. قایم موشک خیلی دوست دارم. قایم
موشک با هوا باشه هلن. هدیه ها رو باز کنین با هم بازی کنین. ممنونم هلن. خونم رو مسموم کردم. بچه های کوچیکم رو فاسد کرد. وای نه این درست نیست. پس قانون چی میشه؟ من که کار بدی نکردم. اما به این چیزا فکر نکن، به این چیزا فکر نکن. الان اصلا فکر نکن. بریم. فکر نکن، بهت میگم فکر نکن. یک دسته تو هلن بله خانم. بچه ها دارن چی کار میکنن؟ تفلکی ها دارن با هدیه هاشون بازی میکنن. لابد همش هم سراغ منو میگیرن. آخه اونا عادت کردن که همیشه پیش ماما باشن. باید بفهمن که وضع دیگه نمیتونه مثل سابق بشه. باشه. بچهای کوچیک به همه چیز عادت میکنن. هلن بله خانم. فکر میکنی اگه مامیشون بره و دیگه تو این خونه نباشه بازم به این اوضاع عادت میکنن؟ یعنی چی اگه مامیشون بره و بازم تو این خونه نباشه؟ ممنونم هلن، تو میتونی بری. ببخشید. کاش جرأتشو داشتم و از اینجا میرفتم، ولی جرأتشو ندارم. چرا انقدر این لباسا زشتن؟ من چجوری میتونم با این کثافتا برم مهمونی؟ اینم یه چیزی میگه ها، یکی آشغال ترینم که پر است. نگاه کن من چیکار کنم؟ این چی میگه؟ دستم چرا خشکی زده؟ باید یکی بله جانم. کیه؟ جانم یس. کریستی! وای کسی اون بیرون نیست؟ نه کسی نیست. خب من چقدر بهت احتیاج داشتم. بال ماسکه دعوت دارم، قراره توی مهمونی برقصم. خب پس حسابی قرار نمایش بدی؟ آره توروالد اینجوری میخواد. این لباس هم از ایتالیا آورده بودیم، منتها پاره پوره شده دیگه نمیشه ازش استفاده. ببینمش. نه چیزیش نیست، فقط چند تا پارگی داره که اونم درست میشه. نخ سوزن داری؟ اوه ایناش نخ سوزن. ایناش خیلی ممنونم کریستین. نورا این دکتر رانک همیشه مثل دیشب اینقدر دپرسه؟ نه حیوانی دیشب خیلی دپرس بود چون فهمیده که بیماری خطرناکی داره. چی سرطان؟ نه خیلی بدتر از سرطان. جکوزی میشه گذاشت رو پشته بود؟ نه اون وقت هر روزم میاد تو خونه تو میره؟ آره گفتم که دوست صمیمیمونه، از بچگی با توروالد رفیق بوده دیگه، مثل یکی از اعضای خانواده‌مون شده. خب دیروز که منو بهش معرفی کردی گفت اسم منو زیاد تو این خونه شنیده، ولی وقتی به شوهرت معرفی کردی اصلا انگار توروالد منو نمی‌شناخت. اینقدر منو دوست داره که میخواد فقط مال خودش باشم. اوایل وقتی اسم دوستای نزدیکمو میآوردم حسودیش گل میکرد، ولی با دکتر اغلب راجع به این چیزا حرف میزنیم. داره بعضی کارات واقعا بچگونه است. یه نصیحتی بهت بکنم، تو باید با این دکتر رانک قطع کنی. منظورت کدوم رابطه است؟ هر رابطه‌ای که هست من نمیدونم. متوجه منظورت از رابطه نمیشم. نورو برای من نقش بازی نکن. تو فکر میکنی من نمیدونم این 100,000 یورویی که میگی از کی قرض گرفتی؟ آی! این چه فکر احمقانه کریستین؟ آدمی که هر روز توی خونه رفته آمد واقعا وضعیت وحشتناکی پیش. یعنی واقعا اون نبوده؟ نه خیر اون نبوده. مطمئن باش که اون نبوده. فکر کنم من برم بگم دکتر رای میشه لطفا شما من پول بدین، من در شرایط فکر بعدی هم نیستا. نورا بدون اطلاع شوهرت
من باید از این مخمسه بیام بیرون. این ماجرا بدون اطلاع شوهرم بوده. باید از این مخمسه بیام بیرون یا کریستین. ببین اگه آدم همه قسطاشو بپردازه سنده رو بهش برمیگردونن. آره. اون وقت میتونه هر کاری دلش خواست با اون کثافتای لجن بکنه؟ میتونه جرشون بده؟ میتونه روشون استفراغ کنه؟ نورا تو فکر نمی‌کنی داری یه چیزی رو از من پنهون میکنی؟ قیافم اینجوری نشون میده؟ از دیروز تو الان خیلی نگرانی چته؟ کریستین تو واله ببین یه 2 دقیقه برو پیش بچه‌ها. آخه این که هنوز تموم نشده باشه، که. خودت بیا. کجا باید برم؟ بابا تو اتاق بچه‌ها با هم بازی کنیم بعد من صدات میکنم. خب پس تو همین چیزو بهم نگی از اینجا نمی‌ری. خیلی برو خون. باشه ولی الان بهت خبر میدم. تو باید عزیزم چقدر در انتظارت بودم. کی بود؟ کریستین آه. اومده بود لباس تازه اینقدر خوشگل شده بودم. فکر خوبی کردم نه؟ آره ولی خب منم دختر خوبیم که همیشه به حرفای تو گوش میدم نه؟ دختر خوبی هستی که حرف شوهرت گوش میدی؟ چون خیلی سر به هوایی حرف تو جدی نمیگیرم. به کارت برس پای لباس امتحان کنی. توروالد بله. خیلی کار داری؟ بله. من میتونم یه 2 دقیقه وقت تو بگیرم؟ نه. الو ویلی گوش تو کن. باید یه چیز برای خیلی فردا ساعت 7 بعد از ظهر یه قرار میذاری با کلیه سهام دارم. با تو نیستم. آره. با کلیه سهام دارم. بله. بله. بدون شک ویلی عزیزم ترازنامه مالی مهمه. بدون یه لحظه من پشت خطی دارم. الو جانم بفرمایید. الو الو جانم عزیزم بفرمایید. توروالد جانا جانا آها ویلی عزیزم بهت زنگ میزنم. آه نه ویلی خوبم آره خوبم بهت زنگ میزنم. چه خواستی؟ گوش میکنی؟ تصی باسه اگه گوش کنی خرگوش کوچولوت برات میدوه میپره میجهه هر مسخره بازی بخوای برات در میاره بگو سی میخواد. اون وقت خنری قشنگت میدوه تو همه اتاقا سرک میکشه برات آواز میخونه صداشو بالا میبره صداشو پایین میاره مثل یه پری نور مهتاب برات میرقصه. نورا باز میخوای ماجرای امروز صبح پیش بکشی؟ تو مصرانه ازت خواهش میکنم عزیزم اگه تو واقعا جرأت میکنی دوباره راجع به همچین مسئله‌ای با من حرف من بزنی؟ جرأت میکنم. بله من جرأت میکنم. تو باید یه کاری کنی کروکستاد دوباره برگرده سر کارش تو بار. شغل اونو برای خانم لینده در نظر گرفتم. میدونم عزیزم و ازت سپاسگزارم ولی تو میتونی جای اون یه نفر دیگر رو بیرون کنی. این لجاجت تو باور کردنی نیست چون تو سر خود به آدم دیگه قول دادی اون وقت به خاطر قول سر خود من نیست به خاطر خودته. مگه نگفتی این مردی که تو روزنامه‌های مبتذل چیز مینویسه خب میتونه لطمه بزرگی به تو بذاره؟ من تا حد مرگ از این آدم میترسم. تو چه میدونی تو کله یه آدم شرور چی میگذره؟ ببین الان چقدر همه چی خوبه. من و تو و بچه ها در صلح و صفا تو این آشیونه کوچولی قشنگ بابای بچه ها اینقدر لپی بوبولی نورای عزیزم الان توی بانک همه باخبرن که من میخوام کروکستاد رو اخراج بکنم. اگه شایع بشه که رئیس جدید بانک به خاطر حرف زنش تغییر عقیده داده میدونی چه اتفاقی میفته؟ نه چه هیچ. اتفاقی میفته؟ من میشم مسخره تمام کارمندای بانک. پشت سرم میخندن میگن طرف آلت دست دیگرونه. خیلی هم زود نتیجهش گریبونم و میگیره. تازه یه مسئله دیگه هم هست که همکاری با اونو توی بانک برای من خیلی ممکنه. چه مسئله؟ اون از دوستان دوران جوونی از اون دوستای بی خودی که فقط وبال گردنت میشن. فکر کن توی جمع به جای شما به من میگه تو، تازه چند نفر آشنا که ببینه تو گفتن شدت میگیره. توروالد جون توری این نفرت انگیزه و این با شرایط شغلی من به هیچ عنوان سازگار نیست. این حرفا رو جدی گفتی توروالد؟ چرا نباید جدی باشه؟ برای اینکه این حرفا دلیل تنگ نظریه. چی گفتی؟ من تنگ نظرم؟ نه عزیزم برعکس تو تنگ نظر نیستی. من تعجب کردم که باشه دلیل کارمو بذار تنگ نظری. الان چه کار میخوای بکنی؟ یک بار برای همیشه این قضیه رو تمومش میکنم.
بله آقا. خیلی سریع نامه رو آدرسی که هست پست کن. چشم آقا. ترمال جانم عزیزم. اون نامه چی بود؟ اخراج کروکزاد. تو نمیتونی این کارو ترمال ببین همین الان نامه رو برگردون باشه. هنوز فرصت هست، خواهش میکنم همین الان میتونی برش گردونی. به خاطر من، به خاطر خودت، به خاطر بچهای کوچولوی قشنگ. تو نمیدونی اون نامه چه بلایی میتونه به سرمون بیاره. ترمال التماس میکنم تو. دیگه دیر شده نورا. آره دیر شد. با اینکه ترس تو یه نوع توهین به منه ولی میبخشمت. این یه توهینیست که فکر کنی من باید از انتقام یه میزابه نمیشه بدبخت نامونده بترسم. با این حال میبخشم چون خود همین دلیل قشنگی برای عشق عمیقتون باید هم همینجور باشه. نورای عزیزم، نورای محبوبم، بذار هر اتفاقی که میخواد بیفته ولی اینو بدون من در تمام لحظات بحرانی با قدرت و شهامت مثل یه مرد سپر برای هر خطری میشم. منظورت چیه؟ منظورم اینه که شخصا مسئولیت عواقب این کار خودم به عهده میگیرم. تو نباید شخصا مسئولیت این رو به عهده بگیری. ببخش باشه تقسیمش میکنی این یک زن و شوهر واقعی. آفرین نبینم این چشماتو که اینه چشمای کفتر ترسیده باشه. بلاش مگه نمیخوایی به نقصی تو تمرین کنی؟ با پاشو دیگه بلا باش با پاشو دیگه. سلام دکتران. سلام دکتران. ران من صدای زنگ تو میشناسم. ترمال کار داره الان نمیتونی بری پیشش. تو چی؟ من برای تو همیشه وقت دارم. ازت ممنونم. پس تا اونجایی که فرصت دارم باید ازش استفاده کنم. منظورت از تا اون جایی که فرصت دارم چیه؟ چیه چرا ترسیدی؟ برای که رفتارت خیلی عجیب قرار اتفاق بدی بیفته؟ اتفاقی که مدت هاست خودمو براش آماده کردم. فقط فکر نمی‌کنم این اتفاق به این زودی بیفته. بگو دکتر من ظرفیتشو دارم. بگو. کار من دیگه تمومه. هیچ کاری هم نمیشه کرد. آها پس راجع به خودت داشتی حرف میزدی. پس در مورد کی دارم حرف میزنم نورا؟ آدم نباید به خودش دروغ بگه. من از تمام مریضام بدبخترم. این اواخر وضعیتمو در تمام عرصه ها به صورت خیلی جدی آزمایش کردم. نتیجه داغون. 1 ماه دیگه شاید خوراک کرمای قبرستون بشه. نه خیر. چه حرکتیه؟ چه حرفای زشت و ترسناکی به زبون میاری؟ این مرگه که زشت و ترس. چی شد؟ دو بشین. اما ترس از مرگ، از خود مرگ بدتر. یا آزمایش دیگه مونده. نتیجه اینو بگیرم زمان حرکت آخرین سفر تقریبا مشخص میشه. نمیخوام هلبر منو تو این وضعیت ببینه. وقتی کاملا مطمئن شدم که مردنی هم یه صلیب سیاه رو کارت ویزیتم میکشم و براتون میفرستم. اون وقت شما هم متوجه میشید که مرحله ترسناک تجزیه نهایی شروع شد. تو واقعا امشب ترسناک شدی. منو بگو که فکر کردم سر حال میبینمت میتونم یه مسئله خیلی مهم رو باهات در میون بذارم. سر حال با هیولای مرگی که جلو چشامه. حرفای خوب، حرفای قشنگ، یه خورده حرف مثبت. آره حرف مثبت. آره یه خورده اونم تو این شرایط. آره این چیه؟
تو نمیتونی ما رو ترک کنی دکتر. غم از دست دادن دوست و سریع فراموش میکنید. رفته ها زود فراموش میشن. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ دوستای جدید پیدا میکنی. کی دوستای جدید پیدا میکنه؟ تو حلمه؟ وقتی من برای همیشه از اینجا رفتم. البته به نظر میرسه از همین حالا شروع کردی. این خانم لیندا دیشب اینجا چیکار میکرد؟ خب پس بگو. تو به کریستین بیچاره حسودی میکنی. آره؟ آره حسودی میکنم. اون توی خونه جای منو نگیره. وقتی من برای همیشه از اینجا برم احتمالاً این زنی که لینده خانوم هر کاری چیه؟ خیلی حرف زشتیه. چرا؟ تو اتاق صدا تو میشنوه. امروز هم؟ دیدید؟ نگفتم؟ امروز اومده اینجا لباس تازه من. دکتر چرا انقدر غیر منطقی شدی؟ فردا میبینی که چقدر عالی میرقصم و تو میتونی با خودت خیال کنی که فقط دارم برای دل تو و البته توباد میرقصم. بشین میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. چی؟ یه چیزی. چه چیزی؟ یه چیز بامزه. بشو تو ببر. چشامو؟ باز کن. جوراب ابریشمی. چی؟ پانما خوشگل. اینقدر گرون خریدمش ببین. جوراب خریدی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ فکر میکنی اندازم نباشه؟ در مورد اندازه که نظر من خیلی نمیتونه دقیق باشه ها. دست نزن. دست یه جوراب پارچه. جریمه. دیگه چه چیزای قشنگی خریدی؟ اونا رو نشون بده. چون شیطنت کردی دیگه هیچی بهت نشون نمیدم. هیچی؟ هیچی. راستی من اگه پام به این خونه نرسیده بود چه بلایی سرم میومد ها؟ تو واقعا اینجا احساس راحتی میکنی نه؟ فکر کن همه اینا رو ترک کنی و بری. چرت نگو. تو منو ترک نمیکنی. نتونی یه تشکر بی‌مقدار به جا بذاری و نه حتی مختصر تأسفی. تنها چیزی که باقی میمونه یه جای خالیه که با اولین نفری که از اینجا رد شه میشه پرش کرد. دکتر رانگ اگه الان من یه خواهشی از شما نه چه خواهشی بکنم الان چه وقت خواهش کردنه؟ چی؟ نورا که نشونه بزرگی باشه از دوستی و محبت تو. خب چه خواهشی؟ خیلی بزرگه ها. یعنی برای یه بارم که شده میخوای منو خوشبخت کنی ها؟ تو که هنوز نمیدونی موضوع چیه. آره اما الان میگی دیگه بگو. نمیتونم بگم دکتر خیلی بزرگه. واقعا؟ هم کمکه هم مشورته هم خدمت بی نهایت بزرگیه. بزرگه؟ خب چه بهتر، من نمیتونم حدس بزنم. خواهش میکنم خودت بگو. به من اعتماد نداری؟ میدونی که بیشتر از هر کسی به تو اعتماد دارم. میدونم تو وفادارترین دوست منی. باشه بهت میگم دکتر یه کاری هست که تو باید جلوی انجامشو بگیری. میگی. یعنی ممکنه هر آن من یه کاری بکنم تو نباید بذاری من اون کار بکنم. میدونی که توروالد چقدر منو دوست داره؟ اینقدر زیاد که اگه لازم بشه حاضر جونشو برای من فدا کنه. فکر میکنی فقط اونه که حاضر جونشو برای تو فدا کنه؟ قسم خورده بودم قبل از اینکه برای همیشه از اینجا برام این موضوع رو بهت بگم. خب فرصتی بهتر از این گیرم نمیومد. الان دیگه تو همه چیزو میدونی و اینم میدونی که به من بیشتر از هر کس دیگه ای میتونی اعتماد کنی. نورا. دکتر رانگ نورا. واقعا کارت زشت بود. این که من دوست دارم زشته؟ نه خیلی. گفتنش واقعا لزومی نداشت. خب چی گفت؟ تو میدونستی؟ اصلا فکر نمی‌کردم انقدر ناشی باشی. همه چی داشت خوب پیش میرفت.
داشتم میگفتم چجوری باید بهم کمک کنی، بعد یهو با یه جمله احمقانه حالا دیگه مطلعی که یه نفر هست با جون و دل در خدمتته. خواهش تو بهم بگو. حالا دیگه خواهش میکنم. به کمکت احتیاج ندارم. خواهش میکنم. به کمک هیچ کس احتیاج ندارم. نورا. همتون میبینین که اینو فقط یه مش خیال ماهیه و هیچ خطری زندگی منو تهدید نمیکنه. بله کیه؟ اینه. چیه مشکلی پیش اومده؟ مشکل نه. چیزه لباس تازه آوردن. اونها لباس تازه. نه این یه لباس دیگه است. توروالد نباید ببیندش. اینه اون راز بزرگ. خودشه. تو بعد بری به نظری توروالد بیاد بیرون همین. توروالد اسمو به من خیالت راحت. نورا. شقال رسی. گفتی من مهمون دارم؟ بله گفتم ولی فایده نداشت. نمیخواد بره. نه یعنی تا با شما حرف نزنه از اینجا نمیره. اوکی هلن بگو بیاد تو. چشم. هلن بهتر کسی از این موضوع مطلع نشه. چشم خواهد. این یه سورپرایزه برای شوهرم. باشه چشم خواهد. سلام. حتما میدونید که حکم اخراج من صادر شد. نتونستم جلوشو بگیرم. هیچ میدونید مرتکب چه جرمی شدید؟ هیچی، اومدم حالتون رو بپرسم. تمام روز داشتم به شما فکر میکردم. میبینید یه تحصیلدار ساده، یه میرزا بنویس، یه آدمی مثل منم میتونه یه کمی احساسات داشته باشه. خب پس ثابت کنین. فکر بچهای کوچولو با کنین آقای کرکستون. مگه شما و شوهرتون فکر بچه‌های من بودین؟ بگذاریم. اومدم بهتون بگم که دیگه لازم نیست اون موضوع رو زیاد جدی بگیرین، چون فعلا از شکایت خودم صرف نظر کردم. مطمئن بودم که شکایت نمی‌کنی. بله این موضوع کاملا دوستانه میتونه حل بشه. اصلا لازم نیست کسی متوجه بشه. این موضوع فقط میتونه بین ما 3 نفر باقی بمونه. آقای کرکستون شوهرم نباید بفهمه که. چجوری میتونین جلوی این کارو بگیریم؟ میتونین تمام بدهی رو یک جا بپردازیم؟ نه به این سرعت نه. البته فایده ای هم نداشت، چون اگر تمام بدهی رو نقداً کف دستم میذاشتیم من که سند به شما تحویل نمیدادم. بگید ببینم با اون سندا چیکار میخوایم بکنیم؟ پیش خودم باشه. اگه از روی ناامیدی قصد دارین که کاری بکنین، آره میکنم. یا تو فکر ترک دادن همسر بچه‌هاتون هستین، آره هست. یا نقشه خطرناکتری کشیدین. آره. شما از کجا فهمیدی؟ بهتره چشم پوشی کنین نورا. آره شما از کجا فهمیدین من به چی دارم فکر میکنم؟ اول همه آدم‌ها همینجور افکار میزنه به سرشون. خود منم اینطوری فکر میکردم، اما خب جرأتشو نداشتم. منم همین. آره! جرأتشو نداری. نه جرأتشو ندارم. اگرم داشتی فایده ای نداشت. من یه نامه برای شوهرت نوشتم. و تو اون نامه همه چیزو نوشتی. به دوستان ترین شکل ممکن. خواهش میکنم اون نامه رو بدونش. اون نامه رو بدونش به من. اونو پارش کنیم باشه. من فکر کنم بدونش به من. خواهش میکنم بدونش به من. من از بدهی خودم با شما حرف نمیزنم. میگم از شوهرم چقدر میخواید من میپردازم. هیچی، من از شوهرت هیچی نمیخوام. پس چی میخوای؟ اعتبار از دست رفتم و نورا، اعتبار از دست رفتم و میخوام پله های ترقی و بالا برم و توی را شوهرت توی که با ترتیب همه چیزو بده. 1.5 سال از من هیچ خطایی سر نزده. در تمام این مدت با سختی های زیادی دست و پنجه نرم کردم. خیلی هم خوشحال بودم که دارم پله پله میرم بالا.
اما حالا که از اون بالا دارم پرتم میکنم پایین دیگه راضی نمیشم به اینکه بخوام به هم لطف کنن من از سر کار قبلیم برگردونم. خوب گوشتو با کن. من برمیگردم با اما در مقامی بالاتر و شوهر تو ترتیب همه چیز میده. اون هرگز همچین کاری نمیکنه. ها میکنه. جرأت نمیکنه جیک بزنه. فقط کافیه که من تو با هم دیگه کار کنم. اون یک سال نشده من شدم معاون رئیس بانک و این الان کروستا که بانک نگهداری میکنه نه تربت هلمر. مگه خوابشو ببینی؟ حالا دیگه جرأتشو داره. خانم ناز پرورده مثل نمیتونه منو بترسونه. حالا میبینی. شاید به فکر رفتن زیر یخی. یخ اون پایین میون هوای سرد و سیاه و بعد بهار که موج بزنه پرتت میکنه کنار ساحل. یه موجود زشت غیر قابل شناسایی با موهای ریخته روی صورت. شما نمیتونید منو بترسونید. چه فایده‌ای داره زندگی شوهرت تو چنگ من. حتی اون وقت یعنی وقتی من خودمو بکشم بازم تو حیثیت تو دستای منه. خیلی خوب. حالا دیگه همه چی خوب متوجه شدی. کار احمقانه‌ای از سر نزنه. انتظار دارم هر وقت تربات نامه رو دریافت کرد با هم تماس بگیره. این رو هم بدون که این شوهر تو بود که باعث شد من دست به چنین کارایی بزنم. به خاطر این کار نورا هیچ وقت نمیبخشمش. هیچ وقت. خدا حافظ خانم رئیس بانک. نورا عزیزم لباست درست شد. بیا بپوش ببین خوب شده یا نه؟ کسی بودو تو صندوق پست رو نگاه کن. اون نامه رو میبینی توش؟ آره. اون نامه کروکستاده. آها پس کروکستاد پول به تو قرض آره. داده. خب حالا دیگه توربالدم با خبر میشه. بهترین فرصتی که بشینی با شوهرت حرف بزنی. تو همه چیزو نمیدونی. من جعل امضا کردم. چی؟ آخه آدم چقدر میتونه احمق باشه نورا؟ کریستین بشین اینجا. تو باید شاهد من باشی. شاهد چی؟ اگه عقلمو از دست دادم که احتمالش خیلی زیاده. نورا. یا اگه یه اتفاق دیگه ای افتاد، اتفاقی که باعث شد من دیگه نتونم توی خونه بمونم. نورا. اگه یه نفر بود که خواست مسئولیت این ماجرا رو به عهده بگیره، منظورم همه تقصیرات میفهمی. اون موقع تو باید شاهد من باشی و بگی همچین چیزی درست نیست. الان عقلم سر جاشه. الان میفهمم چی دارم میگم. من نمیفهمم چی داری میگی. تو باید شهادت بدی که من همه این کارا رو به تنهایی انجام دادم و ترمز حتی خبر نداشتن. همین الان میرم با کروکستاد حرف بزنم. ممکنه یه بلایی سرت بیاره. اون یه زمانی حاضر بود به خاطر من تن به هر کاری بده. اون؟ بله کیه؟ یس آره دارم لباس میپوشم. نامه تو صندوقه. کی میگش بشه شوهرت؟ کروکستاد بعد نامه رو قبل از خونده شدن به اون پس بده. فقط باید دنبال یه بهونه بگرد. خب آخه ترباش همیشه همین موقع نامه هاشو سرشو گرم کن مثل میکنم زود برگرد. سرشو چجوری گرم کنم؟ سرشو گرم برو. بالاخره اجازه ورود به اتاق پذیرایی صادر شد. فکر کنم حالا دیگه وقت تماشای این دیگه چیه؟ نورا؟ چی شد؟ رنگ چنان تعریفی کرده بود که من فکر می‌کردم تو رو توی لباس باشکوه می‌بینم. من خب راستش منم اینجوری فهمیدم ولی خب اشتباه کردم. تا فردا شب هیچ کس حق نداره منو تو لباسای قشنگم ببینه. خسته‌ای؟ خیلی تمرین کردی؟ اتفاقا اصلا تمرین نکردم. ولی تمرین لازمه. آره لازم. کجا داری میری؟ میرم صندوق پست رو خالی کنم. من اگه تمرین نکنم که نمیتونم برقصم. عزیزم واقعا اینقدر میترسی؟ از اینم بیشتر میترسم. خیلی میترسم تو باید فقط با من تمرین کنی باشه؟ باشه عزیزم قول میدی؟ حتما کار بیکار باشه. قول عزیزم. فقط به من و رقص من فکر کن. قول. حتی یه نامه هم مثلا به طرف قول باشه. قول دارم میدم. میگم دارم قول میدم دیگه. پلی کار. پیشه ببینم. پیشه.
خواهش نورا باورم نمیشه هرچی بهت یاد داده بودم همه رو فراموش کردی. خب منم همینو گفتم. دیدی چقدر مزخرف رفت؟ من همه رقص رو فراموش کردم. آره دیدم. آره تو نباید یه نامه هم بخونی. حتی به طرف صندوق پستم نباید بری. قول تو از اون مرتکه میترسی؟ آره اینم هست. از چشات میخونم از اون مردکی نامه اومده. نمیدونم شاید نمیخوام تا فردا هیچ چیز زشتی وارد زندگیم التماس میکنم. باشه هرچی چکاوک کوچولوی من بگه همون نه. فردا شب بعد از اینکه خوب رقصیدی اون وقت آزادی. آفرین شام حاضره؟ هلن ما شامپاینم میخوایم. یه کمی هم شیرینی. نه این دفعه یه عالم شیرینی بادومی. عزیزم یاهی شدی. من دلم میخواد همون چکاوک خودم باشه. اونو آفرین برو سر میز شام دکتر شما بر. کسی کمک میکنی مامو مرتب کنه؟ ببینم منتظر چیزی هست. نه خبری نیست. من میترسم. کی گفته ترس تو؟ همون ترس بچگانه. چی شد؟ براش یادداشت گذاشتم تا فردا شب برمیگرده. تو نباید جلوشو میگرفتی کریستی. تو نباید جلوی هیچ شو بگیری. خیلی خوبه که آدم منتظر معجزه باشه. آلن بیا تو. من این کارا چیه؟ ما باید با هم حرف بزنیم. آره چی اینجا؟ بچه‌ها خوابیدن. خانم آقای هلمرم بالا دارن توی بالماسکه میرقصن. خانم و آقای هلمر امشب دارن میرقصن؟ بله؟ واقعا؟ چرا که نه؟ بله چرا که نه، بله چرا که نه. خب چه اشکالی داره؟ منم برای خودم میرقصم، موزیکم که هست. آلن؟ آلن؟ بیا حرف خودمونو بزنیم. مگه ما دو تا حرفی هم برای گفتن داریم که با هم دیگه بزنیم؟ ما خیلی حرفا برای گفتن داریم. فکر نمی‌کنم. تو هیچ وقت نخواستی احساسات منو درست درک کنی. چی می‌باش درست می‌کنم؟ چی می‌باش درست می‌کنم؟ همه چیز کاملا واضح و روشنه. یه زن سنگدل و بی‌عاطفه به من قرار گرفتن توی موقعیت بهترین دوستی رو رها می‌کنه و میره. همین. تو فکر می‌کنی با سنگدلی تو رو ترک کردن برای من خیلی آسون بود؟ پس چرا نمره آنچنانی برای من نوشتی؟ برای اینکه مجبور بودم. وقتی فهمیدم که باید تو رو ترک کنم وظیفه خودم دونستم که تمام احساسات عاشقانه‌ای که نسبت به من داری رو از بین ببرم. ها پس همه چیز به خاطر پول بوده. آلن فراموش نکن من مادرم مریض بود. دو تا برادر کوچیک داشتم که باید ازشون نگهداری می‌کردم. ما نمیتونستیم تا ابد منتظر بمونیم شاید یه روزی کارتو بگیره. کریستی وقتی تو رو از دست دادم انگار زمین داشت دهن باز میکرد و منو میبرید. حالا روزمو ببین. کشتی زندگیم در حال غرق شدن، منم این وسط دارم دست و پا میزنم. ساحل نجات شاید همین نزدیکی‌ها باشه. همین نزدیکی‌ها بود تا وقتی تو اومدی صد راه هم شدی. من اصلا خبر نداشتم. من تا امروز نمیدونستم قراره توی بانک جای تو استخدام بشم. خیلی خوب، حالا که فهمیدی چرا از سر راه هم کنار نمیری بری؟ برای اینکه زندگی پرمشقت یادم داده که راه درست رو انتخاب. این زندگی به منم یاد داده گول حرفای قشنگو نخورم. آلن منو تو اگه دست به دست هم بدی؟ چی گفتی؟ فکر می‌کنی
برای چی اومدم شهر؟ نکنم خواهی که در تمام این سالها داشتی به من فکر میکردی. در تمام این طول این سالها داشتم کار میکردم. کار. الانم به طرز وحشتناکی تنهام، خالی و بیکس. هیچ لذتی نداره آدم فقط به خاطر خودش کار کنه. آلن، یه فرصت دوباره به من بده. این حرفا جدی نیست. چرا؟ کاملا جدیه. با تو که باشم حاضرم تن به هر خطری بدم. آلن، باید بریم. رقصی تموم بشه همه میان پایین. ولی تو نمیدونی من چه بالای سر این دوتا آوردم. چرا؟ کاملا در جریان هستم. خسته کاش میشد همین تو حالت اول برگردم. میتونی نامت هنوز تو صندوق پسته. مطمئنی؟ کریستی! راکا راست بهم بگو. تمام این کارا رو برای این نکرد که دوست دارن نجات بدی. یادت باشه کسی که یک بار خودش رو به خاطر دیگران فروخته هرگز حاضر نیست این کارو تکرار کنه. پس من مشروع میگم نامه رو بهم پس بده. نه. من به همین خاطر نخواستم من امشب بیام اینجا. چرا؟ اولش که وحشت کردم چرا؟ ولی الان 24 ساعت گذشته و من تو این خونه شاهد اتفاقات غیر قابل تصوری بودم. هلمر باید همه چیزو بدونه. اینجا خونه نیست، آلن دیوونه خونه است. هرچی تو بگی. صبر کن. پایین منتظرم باش، باید منو برسونی. البته که برسونم. تو باید فقط یه ساعت دیگه باشه. یه دقیقه هم نمیشه. بیا برو تو دیگه. چرا حال بدی؟ خودت خواستی. برای مردن آماده باش سفید پوست لعنتی. صبر کن آلن، شورت میدم. ببره نشسته تو رو خواهد کشت. چیو؟ نخون. نه تو باید بری خود دیگه. شب بخیر. بابا خانم لینده اینجا این وقت شب. واقعا دوست داشتم لورا رو توی لباس بالماسکش تماشا کنم. من که میگم به تماشاش میارزه خانم لینده. بله. چقدر اینجا گرمه و نه؟ آقای هلمر پشیمون میشی که نذاشتی نیم ساعت بیشتر بالا بمونم. مگه نترسیم؟ ببینید چی میگه خانم لینده؟ خانم بعد از رقص بی نهایت مورد تشویق واقع شد. مگه ممکن بود من بذارم اونجا بمونه و تاثیر کارش کم بشه؟ به خاطر همین دستمو حلقه کردم دور کمرش، به سرعت توی سالن چرخی زدیم، در مقابل حضار تعظیم کردیم و در یک لحظه باشکوه فرشته زیبا ناپدید شد. خروج از صحنه همیشه باید تأثیرگذار باشه خانم لینده. بله آقای رئیس. چی شد؟ باش حرف زدم. همه چیزو باید به شوهرت بگی. میدونستم. من از کشتات نترس، باش حرف بزن. امکان نداره من با اون آدم حرف بزنم. خیلی خوب، پس نامه باش حرف میزنه. خب خانم لینده تحسینش کردید؟ بله. پس شب خیر. شبتون بخیر. شب خیر. شب بخیر. شب خیر. شب بخیر. شب خیر. خیش بالاخره شرشو کم کرد. خب حالا دیگه من و تو تنها شدیم. همسر قشنگم. میدونی نورا وقتی که توی مهمونی هستیم چرا کمتر بهت نگاه میکنم و فقط گاهی دزدکی نگاهی بهت میندازم؟ چون احساس میکنم عشق ما یه عشق پنهانی و درست موقع برگشتن از مهمونی وقتی که دارم شال رو روی شونه هات میندازم احساس میکنم تو رو برای اولین بار میبینم. امشب وقتی دیدم چطور با شور و حرارت روی صحنه پیچ و تاب میخوری خونم از هیجان به جوش اومد.
دیگه عمونم بری. تو باید علیزه برم؟ میشه امشب اینجوری با هم حرف نزنیم؟ چه؟ واقعا امشب آمادگیشو ندارم. خودش کیه؟ کی میتونه باشه؟ چی میخواد این باشه؟ اومدم رانک خواهش میکنم رانک سبک شدم. خیلی لطف کردی که قبل از رفتن سری هم به ما زدی. صداتون رو شنیدم گفتم بیام پایین یه سری هم به شما بزنم. این خونه زیبا، این رانک خونه شما دوتا چقدر گرم و راحت. دیوونه شدی زدی سرت. فکر کنم بالا بهت بد نگذشته دوست عزیز. بی نظیر بود. چرا که نه؟ چرا آدم نباید از تمام نعمتهای زندگی تا اندازه‌ای که میتونه لذت ببره؟ البته تا وقتی که بتونه ها. فکر کنم قرار بود یه آزمایش دیگه هم بدی، نه؟ آره. خوش. میتونم راجع به نتیجهش بهت تبریک بگم؟ شاخمون. شاخت تبریک بگم؟ بگو. وای نتیجهش خوب بوده؟ آره نه؟ بهترین نتیجه ممکن. هم برای بیمار هم برای طبیب. اطمینان. اطمینان کامل؟ اطمینان کامل. به خاطر همین من نباید امشب و حسابی خوش بگذرونم. چرا؟ به شرط اینکه فردا حالت خوب باشه دوست عزیز. توی دنیا دوست من فقط مردی که مجانی. یه دور از اون سیگارای ظریف و خوشگلت به هم میدی؟ یه دور از اون سیگارای گرون قیمت که هیچ وقت یه دورش رو به هم ندادی. امشب وقتشه دوست من یکم بلخرجی کنی. به من عیدی بده. به من هدیه بده. آتیش؟ آتیش. شب خیر دوست عزیز. شب خیر. شب بخیر دوستان. شب بخیر. نورا از آتیشت هم ممنونم. کجا داری میری؟ میرم صندوق پست خالی کنم. امشب میخوای کار کنی؟ این دیگه چیه؟ نامه 2 تا کارت ویزیت از رانک. دکتر رانک؟ بکنم موقع رفتن انداخته تو صندوق. چیزی روش نوشته؟ یه صلیب سیاه کنار اسمش. وای چه فکر وحشتناکی، انگار میخواد خبر مرگش رو اعلام کرده باشه. همین کارم کرده. چی؟ تو خبر داری چیزی به تو گفته بود؟ خواسته بگه برای همیشه ازمون خدافظی کرده. میره که در رو خودش ببنده و بمیره. دوست بدبخت من. میدونستم رفتنیه ولی نه اینقدر. چقدر با زندگی ما عجیب شد. نمیدونم شاید حتما اینجوری براش بهتره و برای ما هم.
میدونی ناراگاه اوقات احساس میکنم اونطور که باید و شاید نمیتونم ازت حمایت کنم. آرزو میکنم یه خطر جدی تو رو تهدید کنه تا من با تمام وجود داراییم و جونم و حتی عمرم رو قربانی کنم. بس حالا وقتش نامه‌هاتو بخون. حالا میخوام با تو تنها باشم همسر خوشگلم. با فکر مرگ دوستت؟ بله حق با توه، راست میگی. خیلی خوب بخوابی عزیزم. شب خیر. شب بخیر. شب خیر. شب بخیر عزیز دلم. شب بخیر. حالا میرم نامه ها رو میخونم. دیگه نمیبینمش هرگز. بچه هم دیگه نمیبینم. اونا رو هم خداحافظ سرورد. خداحافظ بچه ها. خداحافظ همه. یعنی چی؟ تو میدونی تو این نامه چی نوشته؟ تو نباید منو نجات بدی تو. این چیزایی که اینجا نوشته راسته، واقعیت داره؟ من همه این کارا رو با عشق تمام برای تو انجام دادم. کجا داری میری؟ باید برم تو. بمون. بهتر مسئولیت این ماجرا رو به تنهایی به عهده. بمون. نه تو نمیتونی جلومو بگیری. واقعی بود؟ این از واجبات، به خصوص با پستی که من توی بانک دارم. بشین. متوجه هستی چی کار کردی؟ جواب بده. متوجه هستی؟ آخ چه کابوسی. 8 سال تمام. زنی که مایه غرورم بود، زنی که عاشقش بودم، یه نیرنگباز، یه دروغگو، بدتر یه جانی. حالا به هم میزنی کثافت. تو آتیش زدی به خوشبختی من، آیندم رو داغون کردی، تصورشم وحشتناکه. حالا افتادم دست آدم بی‌وجدان. حالا دیگه هر کاری دلش میخواد با من میتونه بکنه. دستور بده، امر و نهی بکن. من بدبخت باید به حرفاش گوش بدم. به خاطر چی؟ به خاطر یه زن بی‌فکر زندگیم باید قربانی بشه. خب من میتونم برم. اگه من برم تو آزاد میشی. گفتم که من بسه. چه فایده داره که تو بری و اینجا نباشی؟ هیچی. میتونه این قضیه رو به همه بگی و این کارم میکنه. بعد مورد سوء ظن قرار میگیرم. منم از یه عمل جنایی باخبر بودم. حتی ممکنه بگن این من بودم که تو رو ترغیب به این کار کردم. و همه اینا رو مدیون کسیم که یک آن با تمام وجود ازش مواظبت کردم. حالا متوجه شدی چی به سر من آوردی؟ تمام این ماجرا انقدر دور از ذهنه که حتی نمیتونم باورش کنم. من و تو باید به تفاهم با هم برسیم. اون کلاه لعنتی رو برش داد. اون کلاه لعنتی رو برش داد. حیفه پولی که توی ایتالیا خرجش کردم. باید با هر کلکی شده روی این قضیه سرپوش گذاشت. در مورد رابطه من و تو دیگران باید خیال کنن همه چیز این سابقه. البته این ظاهر ماجراست. تو اینجا میمونی نورا، ولی دیگه بهت اجازه نمیدم بچه ها رو تربیت کنی. دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم که مجبور باشم به کسی که دوستش داشتم دوست تو. این بدبخت شدم. این خودشه. بلند شو یه جا قایم. Eleven has received formado. زیر نزم دیده من لده فرمادم. خودم میخونمش ولی جرأت خوندنش ندارم. ممکنه باعث نابودیم بشه. بخونش دوباره. میخونمش.
تو هم هر دو با هم نجات پیدا کردیم. ببین سندو پس فرستاده، نوشته خوشبختی بهش رو کرد. اصلا چه اهمیتی داره که اون چه مزخرفاتی گفته؟ مهم اینه که من و تو نجات پیدا کردیم. فوی 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 اول بذار ببین کثافت رو از بین ببر. نوشته بود این سه شب وحشتناکی رو گذروندی ها. چرا قیافت اینقدر سرد و خوش؟ آها فهمیدم. هنوز باورت نشده من تو رو بخشیدم، ولی من تو رو بخشیدم عزیزم و میدونم همه این کارا رو به خاطر عشق من کرد. رای عزیزم، همین اون حرفای سخت و خشنی که من فراموش کن. باور کن شوکه بزرگی بود، دنیا داشت رو سرم میچرخید، ولی من تو رو بخشیدم. از بخششت سپاسگزارم. من کاری نکردم. کجا داری میری؟ میرم لباس بالماسکم و در میرم. حتما این کار رو بکنی عزیزم. یادت نره لباساتو در بیاری. یک کمی استراحت کن عزیزم. سعی کن آروم باشی و دوباره تعادل تو به دست بیاری. نترس، من تو رو زیر بالهای بزرگ خودم پناه میدم تا زمانی که تو در این پناهگاهی جات امن. وای 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 که چقدر خونه ما گرم و راحته. وای به زودی همه چیز شکل اولش میشه عزیزم. ببینم نیاز نداری که بهت دوباره بگم بخشیدم. اصلا فکر کن من تو رو نبخشم، سرزنشت کنم، از خونه بندازمت بیرون. هرگز هرگز تو به شیوه تفکری مرد اصیل واقف نیستی عزیزم. یه مرد وقتی به این فکر میکنه که همسرش رو از صمیم قلب بخشیده، یک احساس لذت و رضایت عمیقی بهش دست میده، انگار که دوباره اون رو آفریده، یعنی حس مالکیتش دوباره. چرا؟ چون هم زنشه هم بچشه دیگه. چون هم زنشه هم بچشه. تماشی بشین بشین. این یه تصویر حسابه. منظور چیه؟ ما خیلی حرفا داریم که به هم دیگه بزنیم، نه؟ این برات عجیب نیست که الان اینجوری نشستیم روبروی هم داریم با هم حرف میزنیم؟ خب چرا باید عجیب باشه؟ برای اینکه در تمام این 8 سال زندگی نه، از اولین روز آشناییمون تا الان من و تو هرگز با هم جدی حرف نزدیم. یعنی من باید در تمام این سالها تو رو در جریان مشکلاتم قرار میدادم؟ صحبت راجع به مشکلات تو نیست. میگم من و تو به عنوان زن و شوهر هرگز نشستیم با هم جدی حرف بزنیم. به چی میخوای برسی حالا؟ به من خیلی ظلم شده تو رو. اول پدرم بعدم تو. من پدرم تو رو دوست نداشتی؟ نه، شما هرگز منو دوست نداشتید، فقط حال میکردید عاشقم باشید. این نور تا وقتی با پدرم زندگی میکردم همه چیز مطابق نظریاتم بود. بعد از اختیار اون در اومدم و در اختیار تو قرار گرفتم. همه امورات این زندگی بر اساس سلیقه تو تعیین شد. به همین دلیل سلیقه من کم کم شبیه سلیقه تو شد.
یا شاید فقط تظاهر میکردم که این اتفاق افتاده الان دیگه واقعا نمیدونم. تمام تفسیرت از زندگی مشترک همینه؟ همیشه چشمم به دست تو بوده تربان. تو خوشبخت نبودی؟ نه، من فقط شنگول بودم. اینجا یه اتاق بوده برای عروسک بازی، منم زن عروسکی تو بودم. این بوده زندگی مشترک ما. تربان با اینکه تو حرفات رنگ و بویی از امراض به چشم می‌خوره، ولی خب چیزای درست حسابی هم آروم آروم. از حالا به بعد همه چی عوض میشه. دیگه بازی تمومه. وقت تربیت. برای تربیت. آخ تربان، تو اصلا مردی نیستی که بتونه منو برای اینکه زن مناسبی براش بشم تربیت کنی. من نیستم. و من آیا من صلاحیت تربیت بچه ها رو دارم؟ همین الان خودت گفتی. من دیگه نمیتونم به تو اعتماد کنم. عصبانی بودم بی خودی بزرگش نکن. نه اتفاقا کاملا درست گفتی. من صلاحیتشو ندارم. چون اول باید خودم رو تربیت کنم و در این راه تو اصلا نمیتونی به من کمک کنی. و به همین دلیل ساده من تو رو ترک. چی گفتی؟ برای شناختن خودم و دنیای اطرافم باید تنها باشم. به همین دلیل از اینجا میشه برای من توضیح بدی؟ میشه برای من توضیح بدی که چی شده از من دل کم؟ البته وقتی که اون معجزه اتفاق نیفتاد، اون موقع بود که فهمیدم تو اصلا اون مردی نیستی که من خیال میکردم. روشن‌تر بگو، من نمیفهمم. روشن‌تر میگم. چی کرد؟ وقتی نامه کروکستاد رسید، خب؟ هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که تهدیدهای اون ممکنه انقدر تو رو به وحشت بندازه. با تمام وجودم مطمئن بودم که بهش میگی برید و این موضوع به همه دنیا جار بزنید. و وقتی اون این کارو میکرد، بعدش چی میشد؟ وقتی به دستای خودم زنام رو رسوایی میکشوندم، به لجن میکشیدم. موقع تو میومدی جلو، همه چیزو گردن میگرفتی و میگفتی گناهکار منم. نورا! این بود اون معجزه‌ای که بهش ایمان داشتم و ازش وحشت داشتم. من احمق برای که تو این کارو نکنی میخواستم خودکشی کنم. من قول میدم، قسم میکنم شب و روز با جون و دل به خاطر تو کار بکنم و همه چیزو به شکل اولش برگردم. ولی باور کن هیچ مردی حاضر نیست شرف و آبروشو که اینقدر براش عزیز قربانی. صدها هزار زن در جهان این کارو کردن و میکنن. حرف زدن و فکر کردن درست مثل بچه‌های سر و حواس. شاید، ولی حرف زدن و فکر کردن تو هم اصلا شبیه مردی نیست که من بتونم بهش تکیه کنم. به محض اینکه ترست ریخت، البته نه ترست از بلایی که ممکن بود سر من بیاد، بلکه ترست از خطری که خودتو تهدید میکرد. وقتی اتفاقی نیفتاد انگار من دوباره شدم مرغک خوشخوانت، پرنده کوچولوی قشنگت. اون موقع بود که فهمیدم 8 سال آزگار با یه مرد غریبه زندگی کردم و 3 تا بچه براش آوردم. تربان، این فکر غیر قابل تحمله. دلم میخواد خودم رو تکه کنم. من رفتم. دلت اجازه نمیدم، من قدغن میکنم. اصلا در شرایطی نیستی که بخواد چیزی برای من قدغن کنی. وسایل خودم رو میبرم، از تو هم چیزی نمیخوام، نه حالا نه هیچ وقت دیگه. تو کور شدی، بی تجربه‌ای. برای همین باید برم و کمی تجربه کسب کنم. خونه تو، شوهرت و بچه‌هاتو ول کنی بری. فکر می‌کنی مردم چی بگن؟ کلیسا چی بگه؟ چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که این کار برام ضروریه. خدای من، تو داری مقدس‌ترین وظایف تو زیر پا می‌ذاری. مقدس‌ترین وظایف من چیه؟ اینا رو من باید بگم. وظایفی در مقابل شوهرت داری، در مقابل بچه‌هات داری. من وظایف دیگه‌ای هم دارم که به همون اندازه مقدسن. نداری. اینا چیان؟ وظایفی که در مقابل خودم دارم. تو قبل از هر چیز یک زن شوهردار و یک مادر. من قبل از هر چیز یک انسانم. درست مثل تو تربت. مسائل اخلاقی چی؟ با اونا که دیگه حداقل پایبندی. اخلاق؟ نمیدونم الان به این سوالت نمیتونم جواب روشنی بدم. اخلاق. ولی میدونم که افکارمون تفاوت‌های ریشه‌ای با هم دیگه دارن. در ضمن تو این ماجرا متوجه شدم که قانونم اصلا شبیه چیزی که من فکر می‌کردم نیست. به همین دلیل الان دیگه اصلا مطمئن نیستم که حکم قانونه. تو نه قوانین جامعه که توی زندگی میکنی رو درک میکنی، نه قوانین کلیسا. حالا میخوام درک کنم. حالا میخوام ببینم حق کیه؟ جامعه، کلیسا، قانون یا من؟ تب داری، مریضی، نمیدونم شاید حق از سر پریده. تربات هرگز انقدر با اطمینان و روشن حرف نزن.
یعنی با شناخت کامل میخوای شوهرت و بچه‌هاتو ول کنی و بری؟ بله این کارو میکنم. پس این کارت فقط یک دلیل میتونه داشته چه دلیلی؟ اینکه دیگه منو دوست نداشته باشی. دقیقاً همینطور. تو حق نداری این کارو اینجا میمونی. اینجا میمونی. بسه. شلیک کرد. پس چرا صدا رو نداشت؟ آخه صدا خفه کن گذاشتم سرش. بچه خوابم. تو توی هیرو میری صدا خفه کن از بودی. اونش دیگه به تو مربوط نیست. پس واقعی آره. حالا حتی اینو نمیشه یه جوری این مشکل رو حلش کرد؟ نه با این شرایطی که من دارم برای تو زنبشو نیستم. تو هم که مردی. نه من زندم هنوز. قول میدم خودم عوض میکنم. شاید اگه معجزه ای اتفاق بیفته. معجزه؟ بگو چه معجزه ای؟ آقای حیمه من دیگه به معجزه اعتقاد ندارم. حالا دیگه من بودم. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که شب خاطره‌ای رو براتون تونسته باشید رقم بزنید. امشب شب پایانی این اجراست. اساساً در تمام تئاترهای دنیا آخرین شب اجرا حال و هوای ویژه‌ای داره نسبت به تمامی شب‌های اجرا. به خاطر اینکه فصل یک وداعی است با یک حجم از زندگی که تو زندگیش کردی. قبل از اینکه در واقع عرض ادب، عرض احترام بکنم به محضر یک مهمان بسیار ارزشمند، اجازه بدید که تمام دوستانی که در پشت صحنه همکاری جدی داشتن و زحمت کشیدن که این تلاش‌ها توسط ما فقط قابل رؤیت بشه، به نیابت از خودم و تک تک همکارانم در این اجرا دعوت میکنم که تشریف بیارن روی صحنه و شما تشویقشون بکنید. قبل از اون جا داره که در واقع تشکر ویژه بکنم از آقای علیرضا کوشک جلالی، کارگردان این نمایش که اینجا هستن ولی به شکل فیزیکی الان در کلن زندگی میکنن. در هر صورت این اجرا محصول تلاش ایشون و بقیه گروه بوده. بعد از آقای جلالی خواهش می‌کنم از آقای وحید مهدیزاده دستیار یک و برنامه‌ریز این کار که حق دفعاتی میشه.
چون مرکز ما هر که خود جایزه به ما نمیده، پولمون هم نمیده، ولی ما از آلمان در واقع امشب در جمع ما به حق یگانه مردی است که من برای ثانیه هستم واقعا افتخار میکنم و با عشق دوستشون دارم و تک تک بچه‌ها هم به شهر عزیزم. گوییم که در روزگاری داریم زندگی میکنیم که کمتر قدر هنرمند دونسته میشه، کمتر کسی که در واقع با اندیشه مجالست داره، اما من افتخار میکنم که هنوز بزرگ مردی مثل عزت الله دوستتون داریم و مرسی و مرسی.